بدترین موجی که تو چند ماه گذشته راه افتاده همینه. زن و شوهری میان، حالا شوهر هرچی کج‌تر بهتر، میان جلوی دوربین وای میسن، زن شروع میکنه باش رقصیدن یا مسخرهش کردن یا هر چیز دیگه، یا اینکه من کوچیک‌ترم اون بزرگتره، اینقدر اختلاف سنی داریم، شروع میکنن لایک و کامنت گرفتن. قبلا تو لوکیشن‌های لاکچری و ماشین‌های کرایه‌ای مد بود این کارا، الان تو هر چی خونه داغونتر و بدتر باشه بهتره. بنابراین همینها با کامنت ها با لایک های ما میان بالا، فردا بهشون میگیم ما رو حمایت بکن، میگه 5 میلیون بده استوری بکنن، زیر اونم قبول نمیکنه. چه فایده ای برای جامعه داره این افراد؟ چرا نمیفهمیم با حمایت کردن اینها و بالا اومدنشون داریم بذر امید تو دل جوان‌ها میگوشیم؟ جوونا دیگه علاقه به کار کردن ندارن، انرژی برای کار کردن ندارن. 10 ساعت کار میکنه برای ما 10 تومن، خب میاد خودش در حکاسن میاره، شخصیت خودش رو خورد میکنه، پول در میاره. زنش رو تو معرض نمایش میذاره، شوهرش رو تو معرض نمایش میذاره، پول در میاره. و وقتی اونهایی که هنر واقعی دارن دیده نمیشن. لطف بکنید هر جا اینا رو دیدید بلاک بکنید. آخه خانوم فردا از بچه‌ت بپرسن پدرت چی کاره، چی